افغانستان افغانستان افغانستان. سلام علیکم و سلام علیکم دوستای عزیز، چطور هستین جانمانیتان؟ چطور است؟ ولادم خان هستم. امروز آمدیم به خدمتتان ولا بسیار خوشحال هستیم. بفهمم شما بسیار خوشحال هستین. همانطوری که ما شما در جریان هستیم. تیم فوتسالی جوانان زیر 17 سال ما تانیست که تیم را یکی پس از دیگری شکست بیته و مقام قهرمانی آسیا را کسب کنه که واقعا برای ما جای افتخار است. ما واقعا دستی جوانان را میبوسیم و سر تعظیم برشان فرود میآوریم. اما قسمی که میدانیان بعد از مدت ها اینها از بین خاک غم و غصه برخواستن، چون سایقه در آسمان رفتن و همه ملت ما را با خودشان به آسمان بردن و این یک پیروزی، یک دستاورد بسیار بزرگی بود برای ما. ما میفهمیم که شاید برای بعضی کشورها زیاد مهم نباشه، اما برای ما بسیار مهم است، چون که همیشه ما سرنوشت ما با اخبار جنگ و دود و بارود گره خورده. یک همچین شادیایی برای ما واقعا میتونه که بسیار بسیار خوشحال کننده باشه. خب ما بعد از مدت ها آمدیم. قسمی که میبینین ما بعدیا ولا برنامه نمیسازیم، کم به یوتیوب زیاد ولا بودیم. وضعیت اقتصادی ما خراب شده بود، وضعیت روحی ما زیاد جالب نبود. یک چند مدت گفتیم یک وقفه بگیریم، به خود برسیم، ببینیم که چی میشه. ولی به این معنی نیست که ما دیس از مبارزه و اصطلاح فرهنگی برداشته باشیم و نخواهیم در خدمت شما دوستا باشیم. ما هستیم، همیشه به کنارتان هستیم. به غم ها و شادی شما در واقع ما شریک بودیم و حالا هم هستیم. بله دوستای عزیز، ولا بسیار خوشحال هستیم که امروز تیم فوتسال ما تانیست تیم مقتدر ایران را که مدعی بود نمیفهمم، ولی یکی از تیم های بسیار بسیار مقتدر آسیا است که همیشه ژاپن را همتراز خودش میدانست و کسی دیگر را قبول نداشت، ولی حالا یک مدعی جدید و ما یک حریف بسیار بسیار مقتدری هستیم و قسمی که نشان دادیم به میدان و تیم ها را همان طوری که میبینین. ما ازبکستان دا بر 2 شکست دادیم، قطر شکست دادیم و همچنان تایلند و چین و بالاخره ایران را ما شکست دادیم. بسیار برای ما جای خوشی است دوستای عزیز. ولا قسمی که میبینین در شبکه اجتماعی خصوصا یوتیوب بعد از آمدن AI و هوش مصنوعی ما شاهد موجی از ویدیوهای در واقع ساخته شده توسط هوش مصنوعی هستیم که بعضی ها با هوش مصنوعی تولید محتوا میکنه. نمیفهمیم که خوب است یا بد است، ولی فعلا به نظر ما که یوتیوب و شبکه اجتماعی دچار یک نوع محتواهای بیروح شده و ما هم ماندیم که نمیفهمیم به ای سویچ کنیم یا نه به همان محتواهای انسانی خود بسنده کنیم. ولی به نظر شخصی بنده محتوا و یا یک کار هر چقدر ساده باشد و هر چقدر هم بسیار ابتدایی باشد باید روح داشته باشد، باید به مخاطب در واقع ارتباط برقرار کند. نمیفهمیم که آیا ما هم سویچ کنیم به AI و یا به همین محتواهای آدم خان که بسیار ساده و بسیار هم بیالایش بود باشه ما ارتباط برقرار میکرد به همی بسنده کنیم. نظریات شما را در این باره ما خواهان هستیم. امیدوار هستیم که در آینده بتوانیم به خدمت شما دوستا باشیم. بیشتر از این ما وقتتان را نمیگیریم. پیروزی جوانان و دلیران ما به تمام مردم افغانستان مبارک و میمون باد. خداوند یار نگهدار.